افسردگی داره خفم میکنه. خودتو لوس نکن بابا، یکم تلاش کن حالت بهتر بشه. هی، میدونی داریم درباره یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلالات روانپزشکی صحبت میکنیم؟ افسردگی یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلالات روانی در جهانه، اما اغلب دست کم گرفته میشه یا با خستگی و غم معمولی اشتباه گرفته میشه. طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی بهداشت، تقریباً 5.7% از بزرگسالا در سراسر جهان دچار افسردگی هستند. یعنی صدها میلیون نفر، زن و مرد، پیر و جوان، در مقطعی از زندگیشون با این اختلال دست و پنجه نرم میکنن. اما چیزی که شاید کمتر بدونیم اینه که افسردگی فقط یک احساس غم نیست، بلکه یکی از عمده ترین دلایل از دست دادن توانایی انجام کارهای روزمره، ارتباط با دیگران و لذت بردن از زندگیه. طبق مطالعات جهانی بار بیماری یا Global Burden of Disease، افسردگی یا همون اختلال افسردگی عمده یا ماژور در سالهای اخیر جزو بالاترین دلایل ناتوانی در زمینه‌های مختلف شغلی و شرایط زندگی بوده. به عبارت دیگه، افسردگی نه تنها بر احساس و افکار ما تأثیر میذاره، بلکه بر کیفیت زندگی، روابط، کار و حتی سلامت جسمیمون هم اثر میذاره و برای بسیاری زندگی روزمره رو مختل میکنه. در واقع وقتی درباره چالش‌های سلامت روان و بار جهانی بیماری‌ها صحبت می‌کنیم، افسردگی به تنهایی نقش کلیدی داره، شاید بزرگترین نقش. به همین دلیل شناخت و آگاهی درباره علائم افسردگی برای همه ما مهمه، نه فقط برای کسایی که احتمالاً خودشون درگیر باشن، بلکه برای هر کسی که دلش میخواد بتونه به اطرافیانش کمک کنه یا به موقع بهشون حمایت برسونه. پس بریم با هم علائم افسردگی رو یه مروری بکنیم. البته وجود این علائم در یک صورت افسردگی نامیده میشه که آخر ویدیو بهش اشاره خواهم کرد. پس تا انتها همراه ما باشید تا این علائم رو به خوبی یاد بگیرید. افسردگی 2 علامت اصلی داره که برای تشخیص قطعی باید حتما یکی از این 2 علامت وجود داشته باشه. اولیش خلق افسرده یا احساس غمگینیه، اینکه دائم یه غمی رو روی سینه احساس بکنید یا اینکه هیچ چیزی خوشحالتون نکنه. جالبه بدونید در انواع خفیفتر گاهی ممکنه فرد این غم رو انکار بکنه و اون خلق افسرده خودش رو به شکل دردهای جسمانی مثل سردرد یا درد معده نشون بده. دومین علامت اصلی لذت نبردن از چیزهایی که قبلا دوست داشتید. مثلا کسی که قبلا عاشق کتاب یا فیلم بوده الان هیچ انگیزه‌ای براشون نداره، یا مثلا کسی که عاشق خدا، بچه‌ها و همسرش بوده الان احساس میکنه که هیچ احساسی بهشون نداره یا حتی ازشون متنفره. اما علائم دیگه افسردگی چیا هستند؟ یکیشون بی‌انگیزگی و یک حالت کندی در ذهن و بدنه. یعنی فرد نه فیزیکی نه ذهنی نمیتونه کاری انجام بده. شاید شما هم دیده باشین کسانی که افسردگی دارن تون صداشون کم میشه، یک حالت خمیده و سر به زیر پیدا میکنن، احساس ضعف شدید و طاقت فرسا دارن و انگار حرکات جسمیشون هم یه مقدار کندتر میشه. جالبه بدونید که بعضی از افراد به جای این کندی برعکسی حالت تند و تیز و پرخاشگر پیدا میکنن. دومین مورد تغییر در انرژی و تمرکز فرده. فرد افسرده احساس میکنه زمان براش کش میاد، دچار فراموشی و کاهش تمرکز میشه و تصمیم گیری براش سخت تره. انگار توی دودلی مداوم زندگی میکنه و ذهنش سرشار از افکار دردناک و نشخوارهای ذهنی میشه. یه مورد مهم دیگه از علائم احساس بدبینی به جهان و اینکه هیچ کس قرار نیست به دادن برسه هستش. کلاً فرد افسرده دنیا رو جای تاریکی میبینه. حسش نسبت به خودش، جهان اطرافش و آینده کاملاً منفیه. اینجوری که مدام فکر از دست دادن عزیزانش یا اتفاقات بد میاد سراغش. اعتماد به نفسش رو از دست میده، نسبت به چیزهایی که هیچ تقصیری درشون نداشته احساس گناه میکنه و خودش رو سرزنش میکنه. نسبت به آینده ناامیده و این ناامیدی انقدر زیاده که گاهی افکار مرگ یا حتی خودکشی میاد سراغش. تغییر در خواب دیگر علامتیه که باید در موردش بدونید.
جالبه که این مورد میتونه در هر دو سر طیف اتفاق بیفته. بعضی از آدمای افسرده خوابشون کم میشه، سبک میشه و مدام از خواب میپرن، صبح زود بیدار میشن و زیاد نمیتونن بخوابن. در حالی که بعضیای دیگه خواب‌آلود میشن و مدام میخوابن. تغییر اشتها هم در این افراد دیده میشه. اینم دقیقاً مثل اختلال خوابه. بعضی از آدمای افسرده شدیداً بی‌اشتها میشن و وزن زیادی رو از دست میدن و برعکس بعضیای دیگه دچار پرخوری عصبی میشن و اضافه وزن پیدا میکنن. مشکلات جنسی و تغییر در تمایلات جنسی دیگر علائمی هستش که ممکنه در فرد افسرده دیده بشه. اصولاً میل جنسی در افراد افسرده کم میشه، اما گاهی هم اتفاق میفته که فرد میل جنسیش زیاد بشه. یه مورد جالبی که وجود داره اینه که بعضی از خانم‌ها در اپیزودهای افسردگی قطع موقت قاعدگی رو تجربه میکنن. اگر یکی از دو علامت اول به همراه چند علامت دیگری که نام بردیم رو به مدت 2 هفته متوالی داشته باشید یا فردی رو سراغ داشته باشید که این دسته از موارد درش وجود داره، شما افسرده هستید یا اون فردی که مد نظرتونه میتونه به احتمال زیاد افسردگی رو داشته باشه. در این دسته از موارد توصیه میشه که حتما برای درمان به روانپزشک مراجعه کنید. ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودید. حتما سابسکرایب بکنید و برای سایر ویدیوهایی که در ماندولایت قراره در آینده در اختیارتون گذاشته بشه ما رو دنبال داشته باشید. در اپیزودهای بعدی درباره افسردگی پنهان، درمانهای غیر دارویی افسردگی و این دست موارد صحبت خواهیم کرد. شما رو به ایزد منان میسپاریم تا قسمت بعد. خدا نگهدار.